یه مرد روستایی میراخور شاه رو به خود شاه میبخشه. بریم تعریف کنم ببینیم قصهش چی بوده. نقل شده که زمان شاه عباس همه مردم به خوشی و خوبی زندگی میکردن، چون خود شاه شخصاً به مشکلات مردم میرسیده و اگه که کسی تخلف میکرده میتونسته بره پیش شاه و شکایت کنه. یه روز شاه عباس به جارچیاش دستور میده که برن توی سطح شهر و اعلام کنن که هر کی هر مشکلی داره و اهل دربار به کارش رسیدگی نمیکنن شخصاً بیاد پیش من تا خودم مسئله‌شو حل کنم. همه مردم خیلی خوشحال میشن از این اتفاق و به شاه آفرین میگن. یکم میگذره تا یه مرد روستایی میاد و دربونا از شاه میپرسن که ما اینو راه بدیم و یه مرد روستایی اومده، هرچی ازش میپرسیم چی کار داره به ما نمیگه، میگه خود شاهو میخوام ببینم. شاه عصبانی میشه که من مگه نگفتم هر کی کار داره اجازه بدین بیاد پیشم و با خودم صحبت کنه. خلاصه که مرد میره پیش شاه و شاه به استقبالش میاد و کلی باهاش احوال پرسی میکنه. شاه ازش میپرسه که با من کاری داشتی؟ میگه که بله، من چند وقت پیش توی فلان دشت برای گوسفندا و گاوای خودم یه سری یونجه کاشته بودم. میراخور شما اومد و اینا رو چید و برای خود اسب و گاوای شاه میبره. هرچی هم که بهش اعتراض کردم که من خودم اینا رو کاشتم واسه خودم، نه تنها کار بنو رو بهش رسیدگی نکرد و ادامه داد به این کار، بلکه منو گرفت و زد. شاه ازش میپرسه که تو واسه این صحبتی که داری میکنی شاهدی هم داری؟ مرد میگه که بله، من شاهدم، اتفاقا همراهمه. شاه یکم تعجب میکنه که مثلا اینکه تنهاست، دیوونه چیزیه، مثلا داره میگه شاهدم من باهامه. مرد لباسشو در میاره و برهنه میشه و میبینه که شاه تمام بدنش کبوده. میگه که چی شده؟ میگه که بدنم شاهدمه، میراخور انقدر منو زده و بدنم کبوده. همون موقع اشک روی چشماش جمع میشه. شاه خیلی عصبانی میشه از این کار میراخور، احضارش میکنه که فردا بیاد. جارچیای خودش هم میفرسته توی سطح شهر و اعلام میکنه که فردا فلان ساعت همه بیان جلوی کاخ عالیقاپو. دیگه خلاصه همه میرسن و جمع میشن، چون فکر میکنن حتما شاه یه کار خیلی مهمی داشته که اینطوری صدا زده. دیگه میان و وقتی میرسن یه دونه فلک شاه میذاره اونجا، میراخور رو میبندن بهش، یه دونه چوب میدن دست مرد روستایی و میگن که بزن، هر چقدر که این تو رو زده حالا تو بزنش. مرد روستایی میگه که جلوی شاه من هیچ وقت همچین جسارتی نمی کنم و میراخور رو من بخشیدم. شاه میگه که نه، این تو رو زده، باید تقاص کارشو پس بده. میراخور میگه من عرض کردم، من به بزرگی شاه بخشیدمش. خلاصه نمیزنتش و شاه خیلی از مرام این مرد خوشش میاد. میخواد که شغل میراخور رو ازش بگیره و باز پیرمرد اصرار میکنه که این مدت زیادیه داره به شما خدمت میکنه، خواهش میکنم مثلا این شکلی باهاش رفتار نکن، من فقط همینو میخواستم که این کار رو دیگه ادامه نده، من کافیه برام. دیگه شاه برمیداره خسارتش رو جبران میکنه و یا پولی هم بهش میده و دیگه قضیه تموم میشه. خیلی از بزرگی مرد خلاصه شاه خوشش میاد. خلاصه که میگذره و شاه دستور میده میراخور اسب شاهو حاضر کنه تا بره شکار. دیگه میراخور برمیگرده بهش میگه که حالا گذشت و ولی شاه خیلی کار بدی کردین، من که انقدر در رکاب شما بودم به خاطر یه دروغ این شکلی آبروی منو بردین جلوی همه. و این مرد روستایی اومده بود دروغ گفته بود، من همچین کاری نکردم. شاه بهش برمیگرده میگه خب باشه، اشکال نداره، من تحقیق میکنم راجع به این موضوع. میره شکار و یکم هی دور میشه تا اینکه وقتی خسته میشه میاد سمت آبادی، در میزنه و از قضا همین مرد روستایی که اومده بود پیش شاه در رو باز میکنه، ولی چون که شاه لباس شاهی به تن نداشته شاهو نمیشناسه، تازه شبم بوده دیگه، خسته بود اصلا متوجه نمیشه. شاه در میزنه و میگه که ما میخوایم یکم استراحت کنیم، میشه بیایم داخل؟ میگه که بله بفرمایید، مهمان حبیب خداست و راه میده و کلی میره یه گوسفند میکشه و شام درست میکنه و دیگه میخورن. با هم همینطوری که داشتن گپ میزدن یهو شاه برمیگرده میگه که شاه عباس چطور شاهیه به نظر تو؟ میگه که خیلی شاه عادلیه، خیلی خوبه، زنده باشه و سلامت باشه همیشه. شاه بهش میگه که من شنیدم به حرف
آدما گوش نمیده و به آدما خیلی ظلم میشه و اصلا به کار مردم رسیدگی نمیکنه. چرا انقدر از شاه تعریف میکنی؟ میگه که نه، اتفاقا چند وقت پیش میراخور شاه یونجه منو چیده بود، تازه منو کتک زده بود، من رفتم به شاه شخصا شکایتمو گفتم، نه تنها رسیدگی کرد بلکه میخواست اونو ادب کنه و دیگه خلاصه جریانو میگه. شاه میبینه که خب این به یه آدم خیلی عادی این حرفو زده و مطمئن میشه که قضیه دروغ نبوده، واقعا میراخور همچین کاری کرده. همون موقع پسر مرد روستایی برمیگرده خونه. تا شاه میبینتش متوجه میشه که این خیلی یلیه واسه خودش و قدرت پهلوانی و مثلا قد بلند و اینجور چیزا داره. بهش میگه که من اگه که شغلی واسه پسر شما توی دربار شاه عباس سفارش بکنم قبول میکنین که پسرتون بیاد؟ مرد میگه که نه و ما رو چی کار به دربار شاه و اصلا ما سواد نداریم و شایسته این مقام نیستیم و چی دیگه. خلاصه میگه آقا من سفارش میکنم، خیالت راحت، تو چی کار داری؟ میگه که خب باشه، اگه که مثلا شما سفارش میکنین اوکیه دیگه. خلاصه شاه برمیگرده به دربار و فرداش میفرسته دنبال پسر همین مرد روستایی. اسم پسر مرد حیدر بود. حیدر میاد به دربار و شاه براش معلمای خیلی مختلفی میگیره، توی تیراندازی مهارت پیدا میکنه، توی کشتی، توی سوارکاری. یه روزی میاد مسابقه میده با همه. از اونجایی که حیدر توی همه رشته ها قهرمان میشه و بالا دست اون هیچ کس نبوده، شاه عباس اونو پهلوان مخصوص خودش اعلام میکنه. زمان که میگذره حیدر میشه سردار سپاه ایران.